خب علی آقا چه شیرینیه این؟ بهشتی. شیرینی بهشتی؟ بله. این موادش هم توضیح میدی به ما چیه؟ روغن، پودر قند و آرد. همین سه تا؟ همین سه تا. بعد چجوری مخلوط میشه این؟ اول روغن با پودر قند بله. میشه، بعد آرد اضافه میشه، بعدم قیف میکنم. این فرش باید چند درجه باشه؟ 180. به به به. شیرینی بهشتی شکلاتی. این هم نسکافه ایشه. و آدم لذت میبره. چه رخی داره، رخ کارو ببین. اینا زعفرانیشه و اینم وانیلیشه. به به به. این چند ساعت تو فرن میمونه این؟ 1 ساعت. عالیه. تموم شد. بریم حالا بعد فرکی در اومد ببینیم چی میشه.